که امروز صراحتا از حدیث پیغمبر سرپیچی میکنه از دست تو، که تو مقام و منزلت رسول الله را برش بیان نکردی، مقام و منزلت امام ابو حنیفه را رحمه الله را برش بیان کرده رایستی. او را در سرایا بالا کردی، در سرایا خوی رسول الله را منزلتش برش نگفتی که قول رسول الله چه اهمیت داره. حالی ما کدامش عملی کنم شما بگوید؟ قول خلاصه که از امام ابو حنیفه هم نیست رحمه الله، کسی ثابت نمیتونه که این قول امام ابو حنیفه رحمه الله. یک نفر ملا خود حنفی گفته در اونجا نوشته کرده بی سند بی دلیل، نه عمل صحابی را نقل میکنه نه قول رسول الله را، نه فعل رسول الله صلی الله علیه و سلم. کل مسجدها که بره الله اکبر که میگه انگشتا قاد کدگی به پره طرف کلش بره فیلم پوری کنه، تصویر برداره، بگو من دستی و علما امیر ثابت کنه که رسول الله امیر رقم دستا را بالا کرد. پیغمبر دستا را